مقامات توجیک میگویند قочоқбарони афғон که اولی ماهی دکبری سال 2017 хайриддин аҳтамов полковники نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. با گروهی از محبوسان تاجیک در تماس بوده انتقال قاچاقی مواد مخدر را از داخل زندان راهنمایی میکردند. مقامات تفتیشاتی که این قضیه را مورد تحقیق قرار دادند در جریان تفتیش مشخص کردند که از داخل زندان در دوشنبه دو شهروند تاجیکستان و یک شهروند افغانستان کاری گروه قاچاقبران را راهنمایی می‌کردند. قاچاقبرانی که شب دوم دکبر хайриддин аҳтамов سردار قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین را کشته 4 سرباز و افسر را مجروح نمودند. در جای حادثه 33 کیلوگرم مواد مخدر و 4 اتومات کلاشنیکوف را گذاشته به افغانستان فرار کردند. یک منبع آگاه از این پرونده روز دوم ینور بر رادیو آزادی گفت 3 زندانی که جریان قاچاق را از پشت پنجره تنظیم می‌کردند با قاچاقبران با تلفن موبیل تماس داشتند و بر اساس رهبلدی آنها قاچاقبران افغان میبایست مواد مخدر را به قاچاقبران تاجیک تسلیم می‌کردند. با گفته همصحبت رادیو آزادی نسبت به این 3 نفر که بر اساس ماده 200 کدکس جنایتی یعنی معاملات غیرقانونی مواد مخدر به مهلت‌های طولانی ادای جزا می‌نمودند تکرارا پرونده جنایی باز شده است. ضمناً افرادی که از جانب تاجیکستان در آزادی قاچاقبران را باید پیشواز می‌گرفتند فعلا مورد جستجو قرار دارند. در زندان‌های تاجیکستان استفاده از تلفن‌های موبیل ممنوع است، ولی گاهگاه گزارش‌ها می‌رسد که محبوسان با راه غیرقانونی به تلفن موبیلی دسترسی پیدا کردند. یک تن از رهبلادانی گروه قاچاقبران ساکن 29 ساله ناحیه شمس‌الدین شاهین بوده 5 سال باز در زندان قرار دارد. کشتاری полковник хайриддин аҳтамов در زدوخورد مرزی با قاچاقچیان را مقامات تاجیک محکوم کردند. پس از این زدوخورد تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه با افغانستان را بست. مقامات بلندپایه افغانستان در صحبت بر رادیو آزادی گفتند جانب تاجیکستان شرط گذاشته است که تا گروه 12 نفره قاچاقبران را بازداشت نکنند مرز را باز نمی‌کنند. مقامات افغان گفتند که برای همکاری در این امر آماده هستند، ولی تا هنوز پیشرفت در زمینه بازداشت گروه‌های جنایی به نظر نمی رسد. تا امروز مقامات افغانستان گفتند که شخصیت این گروه قاچاقبر پررم معین شده است و احتمالاً روزهای نزدیک بازداشت شوند. سعید جهانگیر کرامت معاون پلیس ولایت بدخشان افغانستان روز دوم دکبر بر رادیو آزادی گفت ما تعقیب پیگرد پلیس است روزهای نزدیک ان شاء الله دستگیر میشن. ما جدی سر از موضوع کار کردن رئیسیم در از ما کار کردن ان شاء الله دستگیر میشه. روز 3 دکبر سال 2017 وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز به جانب افغانستان نوت فرستاده طلب بازداشت این گروه را کرده بود. تخمین می‌رود برخی از این قاچاقبران که در کشتار хайриддин аҳтамов полковники مرزبانی تاجیک دست دارند در حدود ولسوالی شهر بزرگ بدخشان و برخی دیگر در حدود ولسوالی چیاب ولایت تخار افغانستان پنهان شدند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و قاچاق مواد مخدر مشکل رقم 1 مرزبان‌های تاجیک به شمار می‌رود.